تو رو خدا وسیله زیاد نخرید، ولی از وسیله هایی که دارید زیاد استفاده بکنید. شما خانوما کمدای لباستون، جا کفشیاتون رو باز کنید، چقدر لباس و کفش و کادو همتون تو خونه هاتون یه کمدی دارین که کادو الکی هایی که آوردن به هیچ دردی نمیخوره. ما یه همکاری داشتیم میگفت اینجا اتاق حیفه است. بعد میگفتن حیفه یعنی چی؟ میگفت نه دلت میاد بندازی دور نه به درد میخوره، هی میریم بنداز میگیم حیفه. میخوام بدم به ایشون میگن حیفه. میخوام حیفه های زندگیتون رو بریزین دور. حیف فقط یه چیزه، خودتون و سلام. شما هر چیزی بخوای به دست بیاری باید زمانو بدی بره. این تنها معامله‌ایه که دو طرف داره، امکانم نداره. کی میتونه بدون از دست دادن زمان چیزی به دست بیاره؟ دستشو بیاره بالا.